برو بیرون، برو تو دل جنگل، جایی پارکی، یه درختی رو پیدا کن بگی تو بغلت، پیشونی تو بچسبون به تنه درخت، چشاتو ببند، برو تو دل شاخ و برگش، برو تو دل ریشه هاش تا بدنت اثر ریشه کردن زمین رو احساس کنه. با در آغوش گرفتن اون درخت ارتعاشی در بدنت طنین انداز میشه. شاید اوایل احساسش بکنی، شاید هم نه، اما وقتی این کار رو بکنی و ادامه بدی بدنت اون رو خوب میفهمه. اگه کسی رهگذری خندید بهت، برات مهم نباشه، به کارت ادامه بده. میتونی هم دعوتش کنی این کارو بکنه، حتما نتیجهشو میبینه. ثابت کن که با تمسخر دیگران از کارهای مهم زندگی دست نمیکشی. به قدرت درونت برگرد. وقتی کسی بهت میخنده تو دلیلشو میدونی، چون اون جای تو نیستش. اگرم بود حتما درکت میکرد. به قدرت درونت برگرد، از درختان کهنسال، همینایی که گذر انسانهای زیادی از زیر اینا رد شدن و زندگی‌های مختلفی رو دیده. از طبیعت اعجاب انگیز الهام بگیر، نگران نگاه دیگران نسبت به خودت نباش. به این زمین، به مادر برگرد. آرامش همینجاست، همین درختی که حلقه اتصال بین زمین مادر و آسمان هستش. آرامش همینجاست، همینجا تو دل زمین.